بچیم شما میام برای چی میبرین این بشکرک آوردی؟ بشکرک آورده میبرم برای گندم میبرم و ظرفشتن چیز از زمین استفاده میکنیم و خوردن. خب آفرین قند کاکا. برای خوردن هم از زمین میبرین؟ از زمین جو یا از جای دیگه میرین برای خوردن؟ از زمین جا میبریم از زمین جا. از زمین میبرین؟ جای دیگه نیست که هوا صاف باشه، هوا پاک سوتره موتور شیشه واری صاف باشه شما بیارین و بخورین؟ میکنه گلوندر میکنه خوار بیادر ما پدر میگه چیزا کنیم دیگه پاک نیست که بخوریم دیگه. قسمی که پیشتر دو خانه رفتیم و از شما وضعیت زندگی و آب آشامیدنی از این منطقه را دیدین. ما فعلا در منطقه بایان مرکز ولایت پروان قرار داریم و مشکلات خانواده ها را ممی آب آشامیدنی هستند که از این آب که اصلا قابل استفاده نیست، به خاطر خوراکشان، به خاطر وسایل دیگه از این استفاده میکنه. مشکلات مردم خو یکی که ما به زبان میگم یکی خودتون که به چشم دیده امی اوز کس 80-90% خودی مردم از امی استفاده میکنه، وضو از امی میکنه، به چای کردنشان، به گندم شستنشان دیگه، به ظرف شستن، به فرش شستن، هر چیزی که از ما دیگه وسیله نداریم دیگه. ما دیگه به ما چیز کمک هم نکرده کدام کسی دیگه. شاید دیگه خنده ممکنه پدر در پدر زمین ما استفاده کردیم و استفاده تا بالا کرده میریم. بسیار خانه کم روشن فکر که است که مثل خانه خودم ما دیگه خلطه انداختیم دیگه، از او که باز تصفیهش میکنیم مزرش که میگیریم و سیشه ما بچای کردن و چیز میگیریم دیگه. 80% مردم از زمین استفاده میکنن. حالا ماشاءالله طبیعم پیش رفته، گلوندرد مردم میشه در رقم رضای گوناگیل سال تفلکای سال میشه نزی. خواستم از کسایی کمک میکنه نگاه صحی یک بمبه به ما بزنن، گاب صحی بخورن، خداوند در دنیا مجبور بشه در دنیا برشن. در خود از تقریبا 160-170 خانه است. امی خانه ها کلش از امی آب استفاده میکنن؟ بله بله بخی کلش عمومش از ام دقانی کامت از امی پر میکنه، حتی بسیارش که از اونجا از امی میگیره میخوره دفتن کم از امی میخوره. ولی شما از این منطقه هستین؟ بله بله از این منطقه هستیم. میشه بگوین که مشکل آبتان چی رقم است؟ از این مشکل آبی آب آشامیدنی یک بار بر ما معلومات بتین. آب آشامیدنی نداریم، هیچ اصلا هم خوردن تو آب نداریم. خیلی به آب خوردن تان از چی استفاده میکنین؟ از امی آب هم خواه مجبوری استفاده میکنیم. از امی آب؟ از اینمی آب استفاده میکنیم، مجبور هستیم که از تاره دور رفتن چی نداریم از امی آب استفاده میکنیم. با چی استفاده میکنید زیاد؟ ظرف شستن و خوردن هم از این استفاده میکنیم. بله ما از این کوچه تاجکان مربوط مرکز ولایت پروان هستند. دیگه تقریبا در اینجا 165 یا بیشتر از او فامیلا زندگی میکنه که به نسبت نبود آب صحی از این حوض استفاده میکنن. از مجبوری دیگه آب صحی نباشه، بمبه نباشه، مجبور است که از این استفاده کنه. از کجا بره؟ بر خوردن هم استفاده میکنم، بر مواشیشون خودی دیگه مواشیشون ایستون بسته است از بالا تا پایین که می کوچه آب صحی دیگه از ما به ساعت تقریبا 1 ساعت یا 40 دقیقه 50 دقیقه خود از ما آب صحی دور است که در سرک است. نه کوچه بمبه زدین 90% قضیه میخوره. ما یکم از طرف شام باز دای بوشکا پر میکنیم، 10% تصفیهش میکنه، بعد 10% ایرا باز ما میگیرن دو خلطه مندازیم. در خلطه که مندازیم برای چند فیصد که بازو تصفیهش میکنه مجبوری بازو یک ذره خط و چیزای زیر میشنه، باز دیگه باقی زیر کزمو تشت ظروفی که دیگه زیرش است زو میگیریم دیگه. دمو چای برای چای جوش سر گاز یا سر دگدان یا تندور بگو میره ما جوش میتیم، باز امور به تفلکای ما ازمو میتیم. سرم تو اوسیه که بگیم نیست دیگه. این اکثریت وقتا که گیم تیار نباشه از همین استفاده میکنه یا میمونی هست ما میباشه.